سلام علیکم زن عزیزین، سلامت خانم باشین. یک خواهری داغستانی گفت رقم تلفن تمام در چی کامنتاریمون بعد در واتساپم چی روی کردم حدیثای امام بخاری گفته روی کردم هم رقم حدیث امام بخاری نکیم در تگی رقمش دیگر گپ است. رقمی که روی کرده اگه دو رقم در کتابی صحیح بخاری دیگه حدیث است، اینو دیگه گپ کرده اگه به صحیح بخاری و کرده اگه مناسب کردن که همین صحیح بخاری امام بخاری گفته اگه اخوان میترسنی چه материал برانکو поделка برانکو материал هم خیلی حدیث رو поделка میکردین چه همینه رقم میگیرن هم رقم تا رقم دیگه که بخشون خوش میکنن خوشون دونو میگیرن خدا گفته رحمتی مادر میگه دونوی بعد الله خوش نگیره که خدا تو رو سر دونو رو بخش میدن و ما که حدیث میفهمم که حدیث چگونه است سلسله حدیث ما خوندگیم در دانشگاه در سودان ما گفتم که خدا نمیترسیم گپ دروغ به پیغمبر و به صحیح بخاری شموش میکنیم میگه روان میبینی که همونو گفتگیم یکتا دیمش که اینو خدای رو نکنه که ختنه رو برورن برای که ختنه رو برورن بودمای سنپل کار کن که خدا میتیه سنپل کار کنه دیگه همه دیگه ختنه کن میشه دیگه کلو کر مرده های لای گر میگن دیگه همه ختنه میرم میکنن برای سون شده سون میتیان سون کار بکنم برای احتیاط کنین ختنه را هیچ گاه به کلا نگیرین یک از عجب پری میره پری نه باید او را مو انیخ کنیم فقط قطعی اساس قطعی خسته باید انیخ کنیم که مکور است نیست ختنه زن در اسلام وجود نداره چه که دین اسلام اومد برابر دین اسلام چه ختنه اومد چه قصد ختنه نبوده کوز پیدا شد دین اسلام که اومد باید ختنه با امرش میاد ختنه مرد اومد ختنه زن چه اومد نیست نه یه بوشه نخواهد بود نیسته میدونی چی مردا برای خودشون فقط یک فکر میکنن برای خودشون که زن خواهیش نیست کنیم زن خواهیش هیچ وقت نیست کردن نمیتونن این آدمو خطر این مثال نبرو آوردن یک قسم آدمو میگن هم آدمو خطر رو نمیکنن قصد از خطر بگیرم در همون دوغستان کدیستیان در دوغستان خطر کدیستیان یک قسم ما هم کورسم بستن گفتی در شهر نیست در بعضی دیهو دا گفت کردیستیان بعضی دیهو قشلقوشون میکرده بدستین همین کورو را در دوغستان بیارم کدیستیان همه دوغستان کدیستیان بله قشلقوش کزن یکی دمورم که اون خطر که بیارن همه نمیکنن مثلا شما که فهمیدین از زبان میکنین نمیکنین یک مصیبت است روانشناس قدی گپ زدم پسیکولوگ قدی سکسولوگوی تاجیک قدی گپ زدم این میگم من خواهش زنه که نیست میکنه این ختنه کردن او سکسولوگ مرده که تاجیک میگه ختنه کردن این ختنه من گفتم من ختنه کردن نیستم ما کانال دارم در کانال و کردنیم ویدیو کردنیم ختنه گو بیزه بگو خیستیات زنه نیست میکنه عصبای زنه با پرگی خراب میکنه دخترکو که دم خوب گویم ختنه کرده گیبدن کو ام عصباشون وایرون بود کسل زنونه میشدن کو زمینو رو که گایزده کپنیسورشون میمونن سکوری پامش میاد و خشون خوب اسم میکردن هم خیلی زیب کسل میشدن مو رو میدن حیران میشه که چوشون کسل نمیشه موهونمون کسل چی میگذن که خشون میره پیش نمیشه حیران میشه که چوشون دورونه میخیره شما چی بده جوگه خونه میره مو دا جوگه خون میره مو میبریم زینه میشه شما میگن هیچ چیکار بوده که شما کسل نمیشه گفته نمیشه چی نمیشه بعد سیرومو فروشی سیرو دامو فروشید که با خط نکردگی سیرومو دامو فروشی که ما خط نکردگی نیستیم فهمیدین حق باید برسیم حق به حقدار میرسه ما به شما حق باید برسونم کسی که میگه خط نمیکنه برای خشتاور خوشن خط نکنه من برام فوشو میگه آدم فوش میشه خط نکنه برای فوشو رو بگیرم میارم خط نکنه که فوشو گره که دست کشم خسته بله حتی درباره ویدلینی میگفتم که ویدلین تورات نمیشکنه ویدلین تورات نمیشکنه ویدلین تورات نمیشکنه برای که ویدلین به حساب میبیه وقتی که هم تورات که داشته باشه مثلا شما ببینین که اومده ویدلین تا پشتون ایواز میکنین تا پشت تو زمین پشتون اصلا خوندن میگیرین ویدلین تورات نمیشکنه یا تاجیکستان نمیخواد افتادم گفتن که خیلی نگین که دیگه آدم به تورات نماز خوندن میگیرن ما گفتم چه به تورات نماز میخونن آخه ما فهمیدم که ببینین تورات دورین ختم باورن که توراتون هست مثلا یگان صدا نبرومد خفتون مثال بود نبرومد مثال پیشاب نکنین توراتون هست فقط ویدلین اومده است بعد تو میبره تا پشتون مثال ایواز میکنین تا پشتی نمیپشین نماز نمیخونین و باید برقصان خدا آدم چیزی که حق است در اسلام هست میادارم شما پدیس کن لکه همون التماس دیگه آدم گوش کنه خب تماشا کن شما
تصاوب ما چی میشین؟ خوش میشین. خب، میندارمشون خواهر از مهر.